امروز در مورد پایبند موندنمون به لاغر موندنمون صحبت میکنیم. یکی از راه حل‌های لاغر موندن که هیچ ربطی به غذا خوردن نداره صحبت میکنیم. آیا میدونستین که استرس باعث چاقیتون میشه؟ پس میدونستین. سوال اینه که میدونین چرا؟ امروز میخوام در مورد عضوی که شما رو تحت استرس قرار میده صحبت کنم و بگم چطوری با چربی شکم مبارزه کنین. ولی اول کمک لازم دارم. یه دستیار میخوام، یه نفر که کمکم کنه یه سری بازی‌های باحال با اعضای بدن بکنیم. اونی که روی صندلی شماره 41 نشسته. آره. دکتر خدای من میشه بغلت کنم؟ آره به برنامه خوش اومدید. وای خیلی هیجان زدم. من از زمان اپرا برنامه شما رو دنبال میکردم. خب خیلی ممنونم. خواهش میکنم. اسمت چیه؟ بانی. خب بانی، خیلی استرس داری؟ آره سر کار. واقعا؟ استرس چاقت میکنه نه؟ همیشه فکر میکنم پیرمم میکنه. هر دو کارو میکنه. معمولا از روی اندازه شکم میفهمیم تحت استرس هستید یا نه. خب الان روششو میگم، ولی اول یه دقیقه بیا اینجا. به این دست بزن و بگو چه حسی داری. خیلی سفته. حالا این؟ عین شکم منه. واقعا؟ آره خیلی شله. در واقع نکته جالب اینه که در واقع این حالت به اندازه این یکی بد نیست. به این میگن شکم تبلی. خب چربی روی سطح نیست. ببینید چطوری میلرزه؟ آره. چربی توی عمقه، در واقع زیر عضله ها. بذار نشونت بدم که چرا این بدتره. بیا اینجا. بیا زود باش. خیلی خب، اون چربی که میلرزه همون چربیه که اون پایینه. یه دقیقه همینجا نگهش دارین. اون چربی رو پایین شکم میبینی؟ آره. اون چربی اومنتومه. درست. خیلی خب، اون بالای بالا یه غده توی مغز هست. اسمش هیپوتالاموسه. همون جاییه که مغز با بدن صحبت میکنه. ادامش بدین. الان نشون میدم چطوری با هم ارتباط دارن. وقتی سر کار خوشحال نیستین یا یه وقتی یه چیزی بهتون استرس میده، موادی که توی مغز آزاد میشن وارد غده‌های آدرنال میشن. همین دوتا کلاهکی که بالای کلیه ها میبینی، اونام یه سری مواد شیمیایی به قلب میفرستن تا تندتر بزنه. خود این موضوع مشکل نداره، ولی این روی نحوه رشد چربی اومنتوم اثر میذاره، چون یه سری استروئید آزاد میکنن که وارد چربی شکم میشه و باعث میشه رشد کنه. واقعا؟ آره واقعا. پس با چاقی ارتباط مستقیم داره. دقیقاً. حالا میتونی دستکشا رو دستت کنی. چون میخوایم راجع به این صحبت کنیم که وقتی تحت استرس قرار میگیرین چی میشه. اومنتوم این شکلیه. حالا این یکی رو بردار. باشه. احتمالاً مال من این شکلیه. آره. خدای من. آره. خب حالا برش. خدای من. خدای من. خدا. سنگینه؟ وحشتناکه. یه جوری ژله خیلی بده. نذارش زمین. چون باید تمام روز اینو با خودمون حمل کنیم. و این با این یکی، درسته؟ وقتی لاغر میشی از این به این تبدیل میشه. فقط همین. با لیپوساکشن همینو در میارن؟ نه این فرق داره. این فکر نمی کردم همچین سوالی بکنی. چربی رو تو محفظه ها نشون میدن ولی اصلا این شکلی نیست. این خیلی بده. خب حالا میگم چی کار میتونین بکنین. نباید بذارین استروئیدا اینو تغذیه کنن. دیدی وقتی وزن بردار استروئید میخورن چطوری میشن؟ من همیشه سعی میکنم راه حلش رو پیشنهاد کنم. اولین راه حل ریلکس کردن. چطوری میشه چرخه استروئید رو شیکوند؟ الان ریلکسی؟ الان خیلی هیجان زدم. خب برای اینکه ریلکس بشی میتونی از یه داروی گیاهی جالب و موثر استفاده کنی که بهش میگن گل ساعتی. ویژگی‌های ضد اضطراب داره. من تا حالا اینو نچشیدم ولی میخوام اول تو بشی. باشه. پس دهنتو باز کن. نظرت چیه؟ مزه مشروب میده. پس به منم یه کمی بده. باشه. خب خیلی جالبه. خوبه. آره مزهش بد نیست. آدمو ریلکس میکنه. فقط آره. آره میخواد شاتی بره بالا. اینو شاتی نمیخورن. فقط چند قطره به چایتون اضافه میکنین. خیلی هم توی آب میریزن و میخورن. ثابت شده که تاثیر زیادی روی کاهش اضطراب و به اندازه دارویی که برای اضطراب میدن موثره. واقعا. آره. راه حل بعدی هم خیلی خوبه. میخوام توی خونتون یه جای آروم و راحت رو انتخاب کنین. بعدش چشماتون رو ببندین.
همین الان این کارو بکنین. بعدش به یه جای فوق‌العاده که میخواین توش باشین فکر کنین. مثلا روی عرشه کشتی، روی کوه زیبا یا توی برنامه دکتر آس. آره. به زبان ساده ریلکس کردن یعنی همین. وقتی ریلکس میشین مغز دیگه اون مواد شیمیایی رو آزاد نمیکنه، همونایی که غده‌های آدرنال رو فعال میکنن. و وقتی استرس نداشته باشین اون وقت دیگه چربی توی شکمتون جمع نمیشه. درست. خیلی لذت بردم. منم همینطور.